дуруд мегӯем ба шумо тамошобинони иззатманди телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. барномаи навбатии лаззати табиатро аз мавзеи лаби ҷайи дараи қаратоғ манзуратон мегардонем. барнома дар канори кӯлҳои моҳии хоҷагии моҳипарварии аҳмад гулмоҳӣ бо иштироки сокинони шаҳри турсунзода ҷумъабой шарипов ва парвизу мубориз расуловҳо сабт гардидааст. маврид ба зикр аст ки дар хоҷагии моҳипарварии аҳмад гулмоҳӣ имконияти мусоид барои истироҳат фароҳам оварда шудааст ва дӯстдорони сайру саёҳат хоса сайёҳони дохилию хориҷӣ имкон доранд аз шароитҳои мавҷуда аз ҷумла хаймаҳои бар ҳаво, суҳбаткадаҳо, зарфҳои лозима ва ғайра истифода намуда истироҳати хубу хотирмон дошта бошанд. бинандагони азиз, бо мо бимонед ва аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ лаззати табиатро эҳсос намоед. چی اپل میکنیم؟ من امروزشته دیگه موندیم تقدونیه موندیم علاوه سر دادم محصولاتمون تیاره خامشوربا رو سر میکنیم. خامشوربا هیزم آوریده که خانگانید من بی شما در من یاردم میکنید. قبول. دوای من پیاز پوست میکنیم. بی مرحمت. شد وایش هم میخوای تمام این برای خامشوربا من یکم منیخی ریزه میکنیم دوتا و یک تا منیخی گیر ریزه کن انا میخوای بیا مبارزم آموزد آخی بچه های کلان شده بیا یاد گیرد به همین خاطر گفتیم که میده کنم کارتوشکای ما آموده کارتوشکا سبزی پیاز آموده من یاردمچی شما برای شما من تیار کردم گوشت نمک داره ده؟ گوشت نمک کردی تیار من اکا جون همه چیزی من تیار باز گوشت می اندازه مرحمت گیرید اندازه دکن من پیاز کلان ریزه میکنیم مبارز بیند یاد گیرد حتی روی خونده کیم؟ مرحمت بسیار خوب میشه رفتم بی اخبا گذشتم بی حج جون کجباسی شوم قنوگی پای بی حج جون بیم گفتا یک زنگیره دادری جون زمول که پدر باشد و هم راحتی جون ای برای مبوریس سوی انداز هم میتونی مبوریس و پیاز برای چی بسیار کی خامشوربا با میجوشد یک ساعت یک نیم ساعت بعد اوقات با مزه میشه با همین خاطر پیازش سیر پیاز میکنی یا آدم همیشه طبیعت شکار و میرد عموما و شکارچی هم نیو خیلی یا زوقش میگیرند میرد اما طرف اومدم به یا خرسی کلان کشال کنه میبیورد خرسی کلان میبیورد همه مردم حیران چه شکارچی نبود این خرسه چه زد همه سوال تو چه زدی میگود او قدر پراندم یگان تیرم نرسید همین خرس خودش ایخنده مرد در حقیقتا نیدید یعنی نقض گفتید مبارز اینجا بیو هفته گذشته تو نبودی بچه‌ها
ما اومدیم همراه رفیقان 4 نفر بودیم. این هم اینجا شتگی بودیم. بعد اکی جمعه همین یک گم کردیم. گفتیم خدا یا کجا رفتن؟ یا نگاه کنه هی بالای همون کوه برو اومدیم. بالای همون کوه. یادم پس اومدن اوقات خورسادیم خوردیم کردیم اوقات شدیم. یکی همین رنگ رویشون سرخ شد. رنگ رویشون سرخ شد. بچه‌ها خیزید میریم. ای خدا کجا میرویم اوکی اکی جمعه بود. من مزام نیست. و فهمیم همون کدوم علفی گازنده هم تاگی پوچیون گازی دست همینجا تو دورو یافتیم خوردن نوشیدن بعد رفتیم ده همینجا تو کل نگرفتیم ورم لب نمون دکتر بود همراهمون یک دکتر هم داشتیم دوستان این مرحمت من در شما یاردم میتیم ما یک تا زمزمه کنیم یک گل به آبی جوی وقتی که خماری می شود گل به آبی جوی وقتی که خماری می شود برگی هر یک غنچه چشمی انتظاری می شود برگی هر یک غنچه چشمی انتظاری می شود آب آید توی خواهم کرد گوید باقی نه آب آید توی خواهم کرد گوید باقی نه هر قراری عاشقان از به قراری می شود هر قراری عاشقان از به قراری می شود دانه تا در خاک نفتد کی به بالا قد کشد دانه تا در خاک نفتد کی به بالا قد کشد قدری آدم هم بلند از خاک ساری می شود قدری آدم هم بلند از خاک ساری می شود گل به آبی جوی وقتی که خماری می شود برگی هر یک غنچه چشمی انتظاری می شود برگی هر یک غنچه چشمی انتظاری می شود یک ماه پیش اومده بودیم همینجا رفتیم دستی موهی کردیم تو موهی خیلی بسیار ایده اینجا ما شما بسیاری بودیم گفتیم که کنی کی موهی زنده قبیده میتونه شما رفتید همین همه جاتون لویشو قبیده نتونستید با من رفتن شما گفتم دست کردی همین خیلی کاران گرفت موهی ها میبیان با موهی ها اومدن چی خیلی شد زنده قبیده هم کو در خاطرتون هست های کلی بالا قبیده کو موهی بلازر بود الان بلازر اینجا همه موهیش بلازر هست آه موهی گل موهی میگن اینجا احمد گل موهی همینجاست مباری رفتم چیزای تیار کردگی نون هست دیگر چی هست همه چی بیار در استخوان تیار کنه باز پیازش میریزیم علاوه پس میکنید مای دکره هلیم میجوشه اکا همین زمستون در شما اومدگی هستید همینجا زمستون در ما اومدیم ماشینمون همین در پایان دوزخ دره بود همون در دوزخ دره روس مون و فرو اومدیم 4 کاسه 5 کاسه شدیم برو واردن ماشین
لیکن با ایسا اومدیم با هوای توزه همقدر خنکی خوردیم که 1 ساعت در همجا بالای کارت دراز کشیدیم همه چی فراموش کردیم. لیکن همو دوزخبره گفتید از خالش از راه کردد یه ناز کرده پدرشون در رحمت و آدمی کردگی رحمت با اون خاطری که راه خیلی سبک شد آوز با حضور ماشین برومده میبیاد کش نمیتونستیم برومده اونجا از اینجا بالا آبی شرشر هسته بالا حکیمی هسته اونجا رفتگی هستید شما بالا با درخت میوه هسته چورمغز هسته گیلوس هسته یک چای ریز مبارید اما که چای خورد قش نموندگی یک لب چای چای یا چی دیگه ببینید یا چای گیرید که چای کبوتی کوهی چای کوهی علوی هر دم غنیمت هست آدم غنیمت هست همین دم را غنیمت دام خلاص شده نمیگذره این بوی خون شد برو بینه حالی کم تر دیگه بوده در نیم ساعت پس تیار میشد تا اون وقت روباب رو گیرید یک زمزمه کنید با دوستان هم درد باش چون خاک باش و گرد باش با دوستان هم درد باش چون خاک باش و گرد باش دور از بری نامرد باش یک روز باش و مرد باش دور از بری نامرد باش یک روز باش و مرد باش دور باش از فعلی زنی از ناکسی و ره زنی دور باش از فعلی زنی از ناکسی و ره زنی هرگز نکن تو منی یک روز باش و مرد باش هرگز نکن تو منی یک روز باش و مرد باش چی میدهد که برو غرو بوستان ز تو گردیده دو چی میدهد که برو غرو بوستان ز تو گردیده دو انجام کارت زیرگو یک روز باش و مرد باش انجام کارت زیرگو یک روز باش و مرد باش گردی ول استخوان از ذکری حق غافل نما گردی ول استخوان از ذکری حق غافل نما میگویم از سوزی جان یک روز باش و مرد باش میگویم از سوزی جان یک روز باش و مرد باش با دوستان هم در باش چون خاک باش و گرد باش دور از بری نامرد باش یک روز باش و مرد باش دور از بری نامرد باش یک روز باش و مرد باش آفرین آفرین سلامت باشید سلامت باشید همین شوربا چیشه شوربا خام شوربا خام شوربا قریب آماده است حاضر تیار می شود تقریبا سال 2007 بود همراهی استاد روزبای ایدی توی میرفتیم معرکه ترسندی
ноҳияи айнӣ. дар он вақт нақби анзом набуд, корҳо рафта истода буд, лекин ба арба мерафтем. вақто ки мо бо сафаракӣ шудем дар Майхурад, ин мошини мо вайрон шуд. خلاصه بگاه باید ساعتی 7 معرکه ما آغاز کنیم. الکی ساعت 7 است ما در مایخوره. بعدا دیگر ماشین یافتیم. خلاصه دیر کرد توی خانه رفتیم رسیدیم. در اون وقت تنظیم نبود، یعنی که توی ها 3 ساعت نبود، 4 ساعت 5 ساعت هم میشد. وقتی اونجا رفتیم راستی صاحبی توی کاملا ناراحتی کرد، برای که اکثری مهمانان الکی خودی کارمندانی نقبی هنزو بودن که الکی آش خورده رفتگی بودن، الکی گویم نیمی توی بی موسیقی. لیکن وقتی ما در توی خانه رسیدیم تو ما اپارات کلانکا بلنگویک این چیزا بریم که استاد پیش از ما برامدن، الکی آواز استاد ما میفهمیدیم گویا که با بلنگویک خونستدن. در دستشون یک تریکه روبای خونی دارن، در بین معرکه با تریکت حافظی دارن تا اون زمانی که ما آماده شدیم. خلاصه ما آماده شدیم، آمدن خیلی با واسطه بلنگویک و اسباب موسیقی باقی مانده توی یک زاروندیم. بعدا وقتی که توی تمام شد خانه دعوت کردن، ما گفتن یک پیاله چای. ما کمتر ناراحت بودیم با اون خاطر که شاید صاحب توی ناراضگی بیان نکنه، با اون خاطر که ما دیر رفتیم. لیکن وقتی که وارد خانه شدیم صاحبی توی آمد، استاد روزبه دیفا با آغوش گرفت، گفت دیر آمدی شیر آمدی بود. در اونجا که مهمانای ایرانی بودن که کارمندان نقد انزا بودن به اسباب موسیقی با طریقه خوندن و یا نمود راحت کردن، یا نمود گوش کردن، مخلص شدن به استاد. خلاصه که همون جوان دیدم که استاد در حقیقت صنعتی بالا دارن و طولی 2 سال یا 3 سال همراه استاد ما هم توی خرسندی با یک جا بودیم و همین زنده خوندن از همون کسا مختن. گرچه در کنسرت برای میخوندیم بود در جایهای جمعیتی، در توی معرکه ها آموختش در رفتیم زنده کجای میریم، در توی معرکه ها در کجا زنده میخونیم، زنده برمان میخونیم. یعنی شما شاگردی استادتون باز شما بموده یک تا آواز زنده تریلکه میتیم، یک تا مینوازیم نه نواخته همه که زنده می سرویم. کنیک تریلکه رو گیرید کنید تا مرحمه. راستی وقتی که با همین تریلکه میخونیم گفتی استاد عبیدالله رجب یادم میاد تو حافظ می با تراشم سرود میخونیم، حالا که باشه ما با تراشم میخونیم، با تریلکه میخونیم. هنوز من یک روبار میخونم. مرحمت. من منتظرم یار میبرد پشتی مچید، در دو عالمی یار بر دلم خون پیچید، روزهای دراز منتظر یارم، در گردن من دو کاکلی غم پیچید. روزهای دراز منتظر یارم، در گردن من دو کاکلی غم پیچید. آفرین بینید. های خوروک چکل اومده؟ خوب بلازه هر کس که نخود پشایمان. لذت طبیعت رو با تلویزیون سیاهی و هنرهای مردمی احساس نمود.